بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الله اکبر. ربی العظیم. خدایا راضیم به رضای تو، تسلیمم در برابر اراده تو، اما از تو عذر میخوام. تو بر زبانم بر دلم جاری کن دعایی رو که به درگاهت پذیرفته بشه. یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا مهدی، یا صاحب الزمان. آقا جون، اگه اینجا به فریاد ما نرسی پس کجا میخوای برسی؟ دیگه کجا میخوای دست ناتوان ما رو بگیری؟ اگه از تو نخوام از کی باید بخوام؟ ای یاور گم شده های بی پناه، به دادمون برس، تنهامون نذار. دلهای خسته ما راضی به مرگه، اما نه تو این صحرای برهوت، نه در بی کسی و غربت. مهدی جان، آقا جون، کجایی؟ کجایی آقا جون؟ کجایی؟ کجایی آقا جون؟ سلام علیکم. راه را گم کرده اید؟ بله، از کاروان جدا موندیم و گم شدیم. اونجا رو از مسیری که نشانتان میدهم بروید. به هیچ مشکلی به جریه میرسید.
ولی این بیابون همش یه جوره. راه از بیرا نمیشه تشخیص داد. از مسیر خارج نشوید، کوتاهش نکنید، به موقع میرسید. سید بهش بگو اگه ما رو برسونه هرچی که قراره انفاق کنه میدیم به خودش. آقا نظرتان صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ 40 روز در عراق خواهید بود. به زیارت مشرف می شوید. اگر آنچه را دارید اکنون انفاق کنید آنجا بی خرج می مانید. گدایی حرام است. پولی را که همراه دارید برایتان کافی است. ولی نظرمون چی؟ ما باید ادا کنیم. آنچه دارید قیمت کنید. در وطنتان همان مقدار در راه خدا انفاق کنید. آقا شما را به این قرآن قسم میدم ما را تا جریه برسونید. با شما تا جریه می آیم. ما را همراهی کنند. محمود رانندگی کند. حرکت کن. حاج محمود آقا جون راه بیفت.